کجا بریم؟ من شب خواب نداشتم مدرکات زیر بغلم پیش من باشید بچه من نمیگم دارم کولم شبا بغلم لالایی مخوابم برم میگم لالا گلش دیگه منو خواب خوشی خداییش این کلیپو دیدم بغض گرفتم، یعنی یه لحظه گریه کردم. زن و شوهرای جوان قبل از ای که تولید مثل بکنین و بچه پس بندازین، آقا یه سال با هم زندگی کنین ببینین به توافق میرسین. چجوری دلتون میاد با بچه طلاق میگیرین؟ بچه خدایا